که همون حال ما و حال تشریف شید. اگه اپک خصوصیت آواز خوب داره اپک خصوصیت بکن. نه میگه میخونم میگه اپک خصوصیت یا صنعتکار بچه خوبه. میگه مرحمت که نه میخونم میگه اپک خصوصیت میگه آواز بلبل بوریه. اوز همچهر نه شده من میگه برادر اصلا برادر تا در راه اینترنت آواز پیش قفا میشود اصلا آواز در فهمیده نمیشود اگر نه مشکل نیست. اوزی نمیشوه. انا حال خوب شیر اوزی همون درون یا جنگل دابدم درون جنگل برام. نه خیلی بفرمایید اکمال حسنایف چی گفتنی دارید؟ موضوع رو بدانید روزی برای من از اول تماشا دارم. موضوع را من سهرم به مردم تکلیف کردم نه که متاسفانه امروز برنامه تون به نهایت جزیر شد ایرا با کلا بگیرین. یعنی که از اون جمله از خودم اینازی درون جنگل در داخل شدم. گویم که هم خیلی سیویازو کنده شده. موضوع زور بود، موضوع قیزیق بود، موضوع تظاهرات بود. باید یک موضوع بود که واقعا چی باید چیز در تاجیکستان من است مثال گیریم. باید ما ایرا امو مکان شکفته یابیم چی با من است همین چیز در امو تاجیکستان. بیا موضوع خوب بود. چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ باید حل مسئله را میفت. یعنی که همه انسان گفت پرابلموش گفت سرشوی مسئله را گفت قبول و هم خیلی یکی حلش در کجا بود در برای حلش کسی هیچی گپ نمیزنه حرف نمیزنه میبروی میره. ببینید تظاهرات هایی که در گویم سرحد پولشا شده ایستاده است این شب روز مثال میگیریم مردم طلب دارن ما را قبول که خونه یک کس آمده زوری دارم میگه ما را قبول که خواهی نخواهی بگی ما را قبول که. مثال گیریم همین مردم هم یارو استفاده نبرده ایستاده است. همون کرای نیستو چی یعنی حمله ویران کردن قانونهای سرحدی اینا او استفاده برده ایستادن. باز در تظاهرگرا برده اوقات داده ایستادن میگن که ما بخرین گشنه نمونی نمرین در گشنگی. یعنی تظاهرات یک طرف است و حقوق انسانی شما و طرف دیگر هست. در تاجیکستان چی با امام علی میگن که پیشتر قطعی مردم ژورنالیست گپ میزد و امروز گپ زده نمیتونه میترسه از ژورنالیست. ببینید یا که از تظاهرگران میترسه. امام علی پیش قدر گناهی نداشت امروز گناه داره. برای همه امام علی بیشتر میترسه از این چیزا. روز روز قانون برای تظاهرات برای دیگر چیز یعنی شما جلب نکنین داد نگین. اصلا کجا روان انسان هایی که باید درداشونه گویند در یک جا در کی گویند درد کجا روان سود قبول نکنه پروکرور قبول نکنه تظاهرات اجازت نیست در تاجیکستان. انا پیش اداره رفتن تظاهرات حساب شوه پیش جماعت رفتن اما اولش خواندیم که من خیلی خندیدم. برای چی؟ برای که در پارک اجازت نبوده است در پیش اداره اجازت نیست در پیش حکومت اجازت فقط در جایهایی که بگیم که یک ببینید هم یک تنگه یک طرفش اگر خرونیم یعنی نباشه و یک طرفش دیگر رو تنگه یعنی قانونی حساب نمیشود. فقط در قانون آمده از جایهای انا جایهای اجازت چرا گفتگی نیستن که شما میتونید در فلان جا بکنید در فلان جای دیگر اجازت است در فلان جای دیگرش اجازت است اما اجازت گفته شده است در قانون. در کجاش اجازت است؟ در قانون گفته شده است که اگر میتونید در پیش مقامات های حکومت دولتی تظاهرات کنید لیکن اگر شما در خلال نرسونید آخه تظاهرات به خلال نمیتونه بعد خودی در اونجا با شما معین میکنه در کجا شما گذرانده میتونید در چند مقدار چقدر باشد راسته یعنیش در پیش همون مقامات هایی که هستن اونجا راه هست راه امان میکنی ممکن نیست. یعنی هر طرف ممکن هر طرف دیگه ممکن نیست. بله لیکن منش رو بسیارتر نیستن در کجا من کردن ممکن نیست گذراندن من کرده شده است.
تظاهرات عمومی گذراندن. اصلا به نظر من تظاهرات باید فقط در نزد مثلا بیمارخانه من باشه به خاطر مثلا بیمارو، بعد در نزد مثلا بازارو یا اونجایی که مثلا مردم با رفت بیا اون چیز خرید خورو چی دارن، همین دو جدا از نگاهی مثلا منطقی دو جدا باید که خیلی نکنی که مردم دیگر طرف کارشون بردن بگیرن، در دیگر جا باید جزا باشن. ببینید امام علی آیستا اومد همینقدر ترسی در او باری چید، در داخلش که وهم باری چید، برای که چقدر بدزدی همین دزد همه وقت ترسیده میگرده، برای چی یکی دزدیش آشکار شوه شرمنده میشوه. آیستا مرکه را من کرد در جودامو جمع نشوند، یکی گپ نزنن که مثل چی شده ایستاده در دولت. مرکه من چید، بهونه نمیدونم دین کردن، بهونه اکونومیکا کردن، ایدو را من کردن که خودم خونه یکدیگر نروند که در خونه یک گپ همین دزدی یا اویله یا فرزنده همین نشود. همه چی من کردم، همه چی محدود شد برای ملت. باید ما حل مسئله شد بیایم مثال گرفت چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ حالا باید کرد که این همه قانون اتمینی شود، یعنی تظاهرات من باید همین چیز اتمینی شود، اجازت گرفتن اتمینی شود، مردم را طلب کنند نویسند این قانون نادرست است. قانون ما میخواهیم که یعنی این یا اون چیزی که بگوییم که کمبودی میشود وقتی که ما گپ میزنیم نمیشنویم. ببینید فلش موب میکنن در اینترنت، یا من است یک چرا طلب کردن او فلش موب کاگی را برده زندان میکنن، چرا تو ناراضگی کرده شدی؟ عموما در اینجا تظاهرات من نیست، ناراضگی از حکومت من است. تو باید ناراضی نباشی، یعنی که من هم خیلی میبینم تو ببرو جانبداری حکومت بگی، یعنی راضگی از حکومت کرده دیگر هر کاری میکنی اجازت هست، چپک بشکن در راه برو ماشینا را علاوه بده، فقط در اونجا پشتیبانی از حکومت باشه. در اینجا تظاهرات من نیست، یعنی که همون نامی که تظاهرات من گفتگی نام خطی اینجا همون ناراضگی از حکومت من است. اگر گدا باشی، قشاق باشی، مردسته باشی، گشنه باشی، در خنک باشی، در بیرون باشی، یعنی ناراضگی کردن من است. لیکن در قانون گفته نشده است که تظاهرات من است. در قانون یک چیز ببینید، داده می شود. یک چیز ببینید چندین بار میشود اوانگر تظاهرات میکنند، یگان من اشتراف جریمه زندان یگان چیز دیدین نیست. یکی یک آدم همون معاون رئیس برآمد گفت که من ناراضی با این قانون گرفتم، مامورات بردن زندان کردن. چرا؟ اینجا نه اینکه گویم تظاهرات یا گردی همایی من است، اینجا هر چیزی که باشه تنها هستی، پیکت هست، گردی همایی هست، فقط از نگاه من اینجا من است این ناراضگی از حکومت، ناراضگی از رژیم. یعنی تنقید رو ناراضگی رو قبول نمیکنن، چون این گفتنی هستن اکی دیگر قبول میکنن نمیکنن دیگر اکی که ما گفتن نمیتونم بگم که قبول میکنن نمیکنن. یکی اما همه چیز من است. اگر که ناراضگی کردی از اینترنت مثال گیریم یک انسان برای از حکومت یا ناراضگی کنه او را در روزش که اینترپول میتن میکفن نمیدونم کیم که جو نبودگی تو گودزدی و مرغدزدی را در دلای و افار میکنن میورن او را یافته راسپورت کرده دزدیده آورده زندان میکنن. او در حالتی که ناراضگی کرد از حکومت، یکی از داخل تاجیکستان ایستاده پشتیبانی کرده در همون اینترنت در همون سایت ها صحبت میکنن و او را نه اینترپول میکنن نه دیگر چیز. اینجا از نگاه ما انیقتری سخن این میشود که ناراضگی کردن از حکومت من است. به هر حال باشه، به هر چیز باشه، یکگی باشه، گویم گروهی باشه، فرق نداره، تنها همین ناراضگی کردن از حکومت چیزی که уголовное преступление، уголовное дело است، جنایت است، حتی که تا قتل تا میروه، مثل جوان بدخشانی حتی که ترا به یگان سود به یگان چیز، حتی که قتل، کشتار یا اینکه زندان
نه تنها ترا بلکه خانواده پدر مادر اوچه گودکای تو زیر تحقیر قرار میگیره که تو ناراضگی کردی همسایه ها مرغای اگراتی که اما در خونت بودگی مرغا وجه گویم استرادت میکنه دونشون نمیتن باوره کشنه مونکی ترا از خانواده یک کس مرا تحقیر ناراضگی از ساختاری حکومت من کرد. درسته. حتی اون محلگی رو میبرم برای تو بایانات میکنم. حتی که محلگی را پدر از ایدی فرزند میبرورد ایز جیدی با در همون پرتل میبرورد همون پرتلی که فرزندش ناراضگی کردگی است همون پرتلو دا برورده مادراش اکا را دودرا را همسایه را هم قشلوقا را کیم کی نبودگی را ورده در هم پرتل زیدی تو ویدیو میکنونن گپ میزنونن همون ناراضگی که تا از حکومت کردی اون ناراضگی را تا از همسایه ها بعد رکدت میگیری هیچ کس زندان نمیشود در اون حالت اما در حالت که تو اگر که ناراضگی کنی در اینجا ما گفته نمیتونیم تظاهرات من است یا گردی همایی من است یا که دیگر چیز هر کار که تنها ناراضگی از حکومت نکرد طرفداری از حکومت راضگی از حکومت کرده اگر همین نیمه دوشنبه را چپه کنی نیمه دوشنبه را علاوه بزنی فقط با نامی که ما دوستداری پیشواییم ما ترا دوست میداریم رستمیم ولی با پیش ما دوست میداریم ما پیروی پیشوا گفته نیمه دوشنبه را علاوه بزن این جنایت نمیشه این درست است برای که تو خاص به خاطر دوستداری پیشوا کار کردی همون دخترکانی که میبرن رقص میکنن سرود میخونن برای پیشواز گرفتن اینا مهمان ها میگویم یا اینکه این اوانگارد ها مشاهده کرده بودیم پیشتر از این هم همین هم یک نمود تظاهرات لیکن این ها میپندارن هست تظاهرات هست از جماعت ما گفته استادم که اینجا تنها ما گفته نمیتونیم بگیم که تظاهرات من است گفتم که اینجا همین یک چیز من است ناراضگی تو باید راضی باشی گشنه باشی تشنه باشی راضی باشی اصلا با مطابق قانون در یگان جا مثال ادیناش پیکت کردن یا که بین 10 نفر برآمده پیکت کردن که مابینشون 10 متری 15 متری رستیانی داشته باشند بشیار در کاغذ ها نوشته استفاده چی کردن این یگان در یگان قانون جنایت نیست لیکن نامی اگر یا که یک ناراضگی کلمه ناراضگی از حکومت نوشتگی باشی همون روز تو تروریستی برای تو 100 تا جنایت میکوان میوان شاهیداش قطعی با در کار شوه اوچت میوه شاهید میسته که بچه هم جنایت کرده بود ترا برده زندان اشورف ما همینجا ما گفتم برای چی مثلا مردم میگه که ما عرض داد میکنیم شکایت میکنیم مثلا سودو مثلا به عرضشون نمیرسن دادگاه ها مثلا به دادشون نمیرسن دیگر ساختار نمیرسن از خاطر اون هسته که ما میگم ما رفتم دستور شکایت کردم به عرض ما به داد ما رسیدگی نکرد با خاطر اینه که همین تظاهرات ها در کشور ما اصلا وجود نداره از همین خاطر دادی تو عرضی تو شکایت به هیچ جا نمیرسن در دادستان و در دادگاه هم میمونند این چیزا حل مسئله همین است که مردم باید از حکومت طلب کنه که حکومت یعنی که این چیز واقعا نادرست است که در حالت من مشکلی دارم ببینین از این چیز بسیار رئیس بسیار حتی که یک اوچسکوای استفاده میبره برای که تجاوز میکنه ببینین عیناً از همین چیز استفاده برده کسی حق تظاهرات نداره کسی حق شکایت نداره گفته پروکرور بر یک دختر دست درازی کرد ببینید یعنی این چیز فوت است برای پروکرور سودیا اوچسکوای رئیس قشلوق رئیس محله پاتینکا شکک رئیس پاتینکا شکک نمیدونم موین فوت است هر مچی درآمده ببینید من ملت فلان کردگی است میان یک تحقیراتی بگی چی برای که میدونه که مردم زورشی جو نمیرسه شکایت کرده نمیتونن باید جا ببروین بگن که پیش در حکومت بیاین مردم مجبور میشه و خچون یک سمستایت که میر پرنیمت میکنن میزنن او را زندان میشون جنایت میشود در حالت که اجازت باشه که یک آدم اومد تحقیر کرد مردم جلب کرد جلب قبول نشید از او بالاتر اومده تظاهرات کنن که چرا این
жалоби мо қабул нашид. дар ин ҳолат гӯем ки як адолат ҷорӣ мешавад. тазоҳурот ин як пояи адолат аст, яъне ки талаб кардани адолат аст. ҳар ҷойда ки тазоҳурот мешавад, ин як бигем ки як чароғи адолат аст тазоҳурот. барои чи дар аврупо ҳар рӯз тазоҳуротҳо мешавад? Барои ки ин ҳамун чароғи адолат аст. ҳама вақт ки дар норӯшаниҳо рӯшан медозад. аз мардум биромада дар норӯшаниҳо он қазияҳое ки як-ду инсон як гурӯҳ метавонад ки ӯро пинҳон кунанд ва ин чиз равшанӣ медозад дар ҷои болотар шикоят кардан, тазоҳурот кардан. ва Эмомалӣ Раҳмон анами чароғи адолата хомӯш кардаги аст. чӣ хеле ки чароғи мардума хомӯш кардаги аст ку киштаги аст, мардум бесветида шидаги аст. ҳамин адолат ҳам чароғша хомӯш кардаги аст. тазоҳурот я танҳо тазоҳуроти холӣ нест. тазоҳурот мешавад ки тазоҳуроте ки зидди ҳукумат мешавад. тазоҳуроте аст ки зидди қонуншиканиҳо мешавад. зидди барқ мешавад. зидди қонуншиканиҳо. як ҳукуматдор қонун мешиканад ва мардум болотар омада тазоҳурот мекунанд. яъне ки адолат, яъне ки тазоҳурот пояи адолат аст. вақте ки тазоҳурот набоша, адолат нест дар он. яъне хеле Эмомалӣ Раҳмон ба дасти худаш гӯем ки адолат аст байн бурдагӣ аст. яъне чароғи адолата хомӯш кардагӣ аст. این برق توجیه این برق توجیه سالها چند سال میشه که برق مردم خاموش میکنه و خاطر چیه؟ به خاطر با حتی شهر هم نمیتونه که برای چی خاموش کردگی. یه بار مردم اگر میشید که در دوشنبه یا میلیون آدم زندگی میکنه 10,000 تخفیش برق توجیه میکنه. من درباره تظاهرات میگم. تظاهرات مثل که در انسان برق است، تظاهرات روشنی میکنه. تظاهرات برق عدالت است، روشنی میکنه. واقعا هم اگر که هر ببین یک رئیس ناحیه میدونه که همین مردم رفته در بالا تظاهرات کرده، جلب کرده نمیتونه، من است. بازم پیش رئیس میان هیچ که اجازه چون نمیده، او میگیره هر کاری خواه کردن میگیره، هر کاری خواه میکنه. این رو ببینید که در قرقستان چندین مرتبه مبلغ برق رو زیاد کردن، تظاهرات میکنن مردم. سویت رو زیاد کرد، چی رو گاز رو زیاد کردن، تظاهرات میکنن. عموما همه چی رو که زیاد کردن و او تظاهرات میکنن. این چندین سال اخیر، چندین سال پیش آمده است. لیکن گذشته است است اون کس نیست که پرونده اوغوز نمیکند، محکم نمیکند. پرزیدنت شده قیمت برق 50-70 سوم پایین کرد برای مردم نودار. قانون مملکتی 70 یعنی این تظاهرات ها برای منفیت تظاهرات بیشتر از منفیت مردم به منفیت حکومت است. برای که آن چیزهایی که میمونه در پشتی گویم که پرده ها تظاهراتی را آشکار میکنه، ناراضگی مردم. اما امامعلی رحمان با من کردن تظاهرات برعکس کار خود چقین کردگی است، برعکس کار خود جزیر کردگی است. ناراضی از حکومت زیاد چی، نه اینکه ناراضی از یک انسانی که از قانونهای از ولایت قانون استفاده برده تجاوز به مردم میکنه یا که بگیم که خیانت به ملت میکنه. یعنی این چیزا همه پنهان میمونه میرود. اگر حکومت تظاهراتای بگیم که حق طلب کردن حق مردم از حقوقهای خودش اگر اجازت میداد تو حدی اقل تو 500 نفر یا تو 300 نفر اجازت میداد، این روز نمیشه. نه در اینجا به فکر من این رو اجازت 500 نفر 300 نفر در اینجا باید کلیچسو به اینوبت گرفته نشود. در عموم به تظاهرات کوردور نشود، یعنی که جزای جنایت رو برداشته شود. به فکر من برای تظاهرات کردن جزای جنایتی پیش بینی کرده شده است. اوید این مسئله و پروبلم داریم. بله، چیکار کرد امامعلی رحمان عیناً به همین جنایت جقیده ایستاده است. ایش جنایت، دیگر جنایت، سوم جنایت، چهارم جنایت است. یک دقیقه بارو خلاص تنها راهی حل این چیز
ана дар дасти мардум аст. ина як одам ду одам ба гуфтан, аммо хуб аст ин чӣ дорад ки рӯи яъне болои устало овардем ки документи ховрафтара ки ҳукумат мехоҳад ҳар рӯз аз пеши худаш иш ман аст, дигариш ман аст,